علم ثروت، 2 تا مقوله. من یه معلمم، بارها روی همین صحنه ها به عنوان یک عضو کوچک از جامعه فرهنگیان بزرگ کشور از همکارای گلم خواهش کردم، گفتم چقدر خوبه اول مهر قبل از اینکه شغل باباها رو از دانش آموزا سوال کنی، خوبه بهشون یاد بدین هر شغلی قابل احترامه و هر پدری دوست داشتنی و دوستش داشته باشه. فرقی نمیکنه شغل چی باش. SMS هامون گاهی جالب میشه، حالا کاری ندارم به قسمتایی که میره تو حجم، اما میگفت یه آشغالی که از دست تو زمین میفته قامت یک نفر رو خم میکنه. اون شغل، اون کار، میگفت به سلامتی اون مردی که میره از توی آشغالان نون در میاره، دیدی تا کمر میره تو سطل آشغال، 1000 مرتبه شرف داره به اون نامردی که میره از تو زندگی مردم نون در میاره. مرد شرافت کجاست؟ برای انسان‌های شرافتمند داره درس. یاد بدیم پدر دوست داشتنیه. به سلامتی اون بابایی که لباساش بوی خاک میداد اما دستاش بوی نون میداد، امید می آورد تو اون خونه. این بابا دوست داشت. مسواک بزنه بعد بره سراغ یخچال. یه چیز چرب و شیرین هم میخوره، صبح دهنش بو فاضلاب. نباید بخوری دیگه. که فقط یه ایرانی میتونه حین رانندگی و یا حتی سر نماز جواب SMS رو بده. جواب خدا داره تشهد میخونه، اشهد ان میزنه اوکی. اوکی کجا؟ نماز تو بخون، اونو بعداً جواب بده. عجیب غریب این لجبازیامون، یکی دو تا نیست، خدا میدونه. یه ایرانی میتونه شامپوی همومش تموم شد توش آب بریزه، یه ما دیگه آب کف استفاده میکنه. چقدر مغروم به سرمایه. بابا زد تو گوش پسر، گفت پدر سوخته، کلاغا خبر آوردن سیگار میکشی. پسر گفت اوکی بابا جان من سیگار میکشم، تو چی میکشی که با کلاغا صحبت میکنی؟ که بازش اینقدر قویه که میتونه ارتباط برقرار کنه. تناس بفرمایین بالا. خیلی سریع صمیمی میشیم با هم دیگه. خلاصه داشتم میگفتم معتاده تیکه انداختنش گل کرده دختر رو دید، گفت ماشاءالله ماشاءالله، قیافه بیشت، شراهیکل بیشت، چشاشو نگاه بیش. دختر نگاش کرد، خفش معتاده بیشور حماد. معتاد سر تأسفی تکان داد و گفت اما متاسفانه انضباط صفر. دخترها و پسرها خیلی فرق میکنن. شما نگاه کنید در تفاوت دخترها و پسرها. 2 تا دختر به هم میرسن چجوری لاب میتره کنن واسه هم. سلام عزیزم، چقدر خوشگل و ماه شدی، انشالله همیشه جوون و خوشگل بمونی. بعد که از هم جدا میشن پشت سر هم نگاه، این کجاش خوشگل بود، همه جاشم عمله. راستم میگه. میگفت دختره انقدر پروتز کرده بود میرفت استخر رو آب میمون. آب فرو نمیرفت، همچنین من نمیدونم چی بگه آدم. حالا 1 2 بلش کن. نه دیگه اینقدر، یواشتر. 2 تا دختر تو پیاده رو دارن میرن، یکیشون میخوره زمین، عکس العمل دوستش رو ببین. تا 2 تا پسر همچی میخوره زمین، عکس العمل دوستشون. الهی ببینم نرگس چی شد، خوبی تو؟ حمایتش میکنه. وقت 2 تا پسر دارن با هم میرن، یکیشون میخوره زمین، عکس العمل دوستش رو ببین. اوه شاسکول، خاک تو سر الاغت کنم. آبرومو چقدر فرق میکنه. من بگم دیگه بله بابا شالا. دو 3 ساله که چشام دنبالته،
ببین چقدر لجبازی بدون آهنگم دیگه دست میزنیم. بله. آقای بصیری میگفت یه قانون نانوشته وجود داره در خصوص دخترها. میگفت دختر هر چقدر که زشتره صداش نازتره. میگفت ما مورد داشتیم تو فامیلمون دختره شبیه آنجلینا جولی بوده، صدا اگزوز خاور میداده. اینا بر هم معکوس داره رابطه هاشنا. اخیراً هم که این پسرای ناقلا رفتن از کلیپس دخترها سوژه درست کردن که نمیدونم رفیق بی کلیپس مادر.